این قانون در اسلام هم هست. دین در سوال مورد کتاب است. من دوملا یک تیگیری اما فروخته میشه باید که در مراسم چیکار کردن در کارچینه همش یک جایه هست. چند روز شدن در کار، چند روز چیکار کردن در کار، همش من خونده نمیست. من قصه مضمونش میگم. این طرف خداخواد همه ملایی که اشتراک دارن اینجا ده 11 تا مسجد جامع داریم. این طرف خداخواد مراسم 3 روز 4 روز بعد عبید عادی افقاد میکنه 5 کیلو یا 4 کیلو افقاد میکنه خلاص. همین هم نیست اسلام ده ستونم یگان جاش نمیست. لیکن اگه برای خونه شدن هم خاندان ما هم خیلی تدبیر کردیم برای خونه شدن هم خاندان یک 4 کیلو 5 کیلو دم میکنه خداخواد 3 روز بگن دروازه محکم بشه قطعاً دولت اینا نظارت میکنه و با دوملا هستن دباوشی دوملا هایی شواکی اومده ختم میباشته شواکی اومده نیکو میکنه و دوملا را رئیسای محله همه فیراد میکنی زبان خدش نگیری می نیستن. اگر مثلا تدبیر بیرم برام مواد و نروشی نکنیم چاره برند دیده شود. لباسی سیاه پوشیدن مردن خلافت دستارخوان آراستن همش مکروه تحریم های من یک تا جوشه برایشون خونده میتیم. عموما ضیافت نمیشه 3 روز عموما افقاد کشیده نمیشه یگان آدم ده اگر ای خدا بترسی دوملا باشی خدا خواهد کار پیش برکن. وقت اومد این 15 سال پیش بود امروز نه 15 سال پیش این چیز بود لیکن افسوس مولای مفتی طلع تارش کردی همه 20-40 دروغ پیش خدا دم جواب میتی انشاءالله خدا خواهد پاکم محکمه سود الهی میره ولی دنیای چی نیست انونجا میره خدا میپرسد بعد چی خیلی خلق نرسوندی با جای امر و معروف کردم کاری خوب رفتی خوردی برفتی چی جواب میتی پایشنبه دروغ شما دکازت میکنم همه مولا میدونم رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک هفته 2 روز روزه را سنت کرده دوشنبه پایشنبه روزه گیره مولا ها نگفت که رسول الله برد پایشنبه و خیره و بعد سر جمعه روزه گیره پایشنبه سنت پیغمبر روزه گیرتن اگه جو افتی پایشنبه گیر اگه جو افتی 20-40 دروغه خیلی دکازت کن خیلی کتاب دادار امروز حقیقت قرار میگیره انشاءالله خدا خواهد بیار کن 3 روز با خدا خواهد کدام خاندانی که شاده نشد قطعیاً چاره بشد وکیم بابا قطعیاً چاره بینیم خیلی اول وقت تمام شده که لباسی سیاه عموما چیز نمیشه اسلام در 2 تا حقه همون گورکا و کتی مردشو من با تدبیر ندیدمش 50,000 سون داده میشه خلاص یگان مولانا پیش جنازه کورپا بلا بدتر گیرم پیلم افتگی چیز نفتر اینجا داره اگه جا افتی این چیزا مولانا ما قرار کردیم اون کدامی که پیش جنازه نگیده 50,000 سون 3 روز خدا خواهد بعدی هم مرکه زندن ختم میکنه الله اکبر تمام دیگر یگان چیز داده ریش نمونه ریش بیدعته کی گفت در مورد ریش میمونی کی گفت در مورد لباسی سیاه پوش زنها 5 سال و 10 سال لباسی کار کردی مرده برفت کی لباسی خوب میپوشی کی دنیا میبینی دنیا را عموما قطعیاً ایسان من میکنه قطعیاً همه رئیس ها دیده میشه خدا خواهد این قایده فلا بدتر اسلامش نیست اسلام ده نیست ما فوق الثلاث حرامون از 3 روز زیاده تعزیه حرام های نرو دیگه تای دریای شما مردکان زنان نرو دیگه تمام من ما کردیم دیروز مایچیت در زونه ما 2 توی گذاروندیم موافق تدبیر مخلو رئیسی تدبیر ما بجنه 2 توی گذاروندیم اینا قانون کتی خلافت الحمدلله اومده گفت 8 میلیونی دوملا فایده کردیم 8 میلیونی فایده کردیم این سرشایشه آینده کمش میکنیم مرده 3 روز آدم باید دادنش مرد باید که پول ماش کشه 4 روز کمیسه رفته سهرک دید که دروازهاش محکمه 2 تا مهمان بوده رفتم پشیمونش کردیم اون مهمانه تا 3 روز رای بودن نره دیگه نرک فوتیه
فاتحه خوندن مستحبه میدونی مستحب ثواب خونی ثواب نخونی نه خونت داشت کنی بشه فرض کفایه جنازه کردن یه مولا که دست ببری هر یک محله ویده فرض کفایه جنازه میخونی شفتنش واجب دفن کردن سنت تمام شده تمام شرمندگی این دریاگون تیراتور دنیا نیستم سوخ نکه چای خونه که نگفتی اونجا چه روز رستوران تایار بانانا بیوز پدر بانانا ندیده خدا خواهد این بردگی بیچاره کی دیده ندیده همه تونی نومر یک توقی خرده پوشیدش نمیتونی زیتی هستی ایزانم بترزی فقط باید مرد خدا خواهد آمون بکنی قطعیاً این داشته میشه خدا خواهد انشاءالله برای این التماس شما کن این قانون قطعیاً دیده میشه جناب اولی در رحمت جناب امروز در کرد برای که منفیتی ما و شما خدا خواهد اگر همین مونم 100 تا ماشین سوخ دور نبود 100 تا ماشین 100 تا ماشین خدا خواهد سوخ میدره یعنی بچه هم خدا خواهد از آن تلفن دارن دوملا جان التماس مرده میکر کنیم همش برکش دیگه بار میکنه 5 سال بعد علاجی لیچین نمیشه در پیش سلامتی همه چیز بیکار سلامتی نباشد دنیا چی داشت اون ماشینه جیپ تو زنی دختر خونت فایدهش نیست بس سلامتی که همه چیز گم کرد سلامتی بود انا اورو کنم تیم با دخلان اوروها لعنت به همه اورو یکم سخن بسیار است با خدا خواهد تلویزیون برام هم میکنیم دیگر جان هم خدا خواهد یکی همه یک جان هم به قرار خدا خواهد قوت بده همه دوملا خدا خواهد این شب البته اجرا میکنیم از 3 روز زیاده یگان تک نمیشینیم مبادا شینه همون رئیسای محلت دوملا جنایت کشته شد چوکی اول میگه کوچه خودتون نزد در نکنه بعد دیگه کس میده طبقه نجدا نکن فقط بای کناگر شده نبوشد اول باید دسته میکنی boylardan başlayalım. باید بخیچه بای کوچه خود اسلام میکنه حرمتی قوم حرمتی مردم حرمتی علایکو ویم برای قوم کنه بچه کمالا دخترش مونده برد وقتی طبقه نجداش نه فقط یک بای کند 10 تا دختر بینه دسته بیچاره دختری کمبغل خوش شدن باشه کدام گریسته برفت یک زنک دوملا جان 25 دختر دخترم التماس دعا که یک خدا بخش شما گم کمبغل هیچ کس کشی نداره پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه و سلم حدیث گفتن من ادعا حب النبی ولو کری الفقراء والمساکین فدعواه کذب کسی که دعوا میکنه که محمد پیغمبری منه اگر کمبغل و بیچاره بعد میرفت و امتی من نیست گفت امروز دوملو هم شدن میم برد یک کمبغل بده اگر پیش جنازش نه آدم رفته که جوشه نه حقیقت ای یعنی اسمی حق این خدا جدا نکرده جدا نکه همه بنده خدا سخنی بعد گفتن میگه خطاست مؤمن و کافر بنده خداست ما بنده خدا هم چنین خودش نون داره چنین آبرو داره طبقان جدا نکه که همه یک تن یک جا میشن انشاءالله خدا کرد این قانون اگر اجرا کنیم بخت و سعادتی ما بچه ها را خونونه پوشونن خونونشه که انشاءالله خدا کرد بچه ها پس ها بگیرده برفته خدا کرد کرده کردسته به ناموس دولت داده که یک بخورون اما زنکه شیر کند بخورنش چکا بکنید بعد لطه نمیده شرمندگی اینه ما کدام اصل زندگی داریم اصل 21 اصل ترقیات که ترقیات میکنی باید همه 20 لطه جمع پیشی مرده کشکش وارد شرمندگی امروز بین طرف مغرب بین امروز کیهان ریسک شد محتاج برمده شده فوماسیان حالا ما 25 جنگ کرده گشتیم شرمندگی عموما ایتسا برهم میتیم خدا خواهد انشاءالله ما ملاحظه کردیم با عدل صحبت ها میگذاردیم همه یک تن یک جان چکا میکنیم وطن پیش میبریم زندگی را بلند میکنیم زندگی های خوب میکنیم